سلام و هفته نوتان بخیر بیننده عزیز. برنامه نوید بامدادی است از رادیوی آزادی با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر همراهتان. امروز 10 می است و ساعت در دوشنبه 11. نخست نگاه میکنیم به سرخط خبرهای روز. رحمان و پوتین روابط دوجانبه و نیزهای اخیر مرزی را بررسی کردند. مارشیروفکا به جای تعطیل، دانشجویان دوشنبه باز بر راهپیمایی‌های جشنی دعوت شدند و خشم و نگرانی از حمله به خوانندگان مکتب در شهر کابل. شرح بیشتر خبرها. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفرش به روسیه با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین ملاقات کرده گفته است تاجیکستان مسائل مرزی را با قرقیزستان تنها با راه مذاکرات حل خواهد کرد. موقع ثابت تاجیکستان به تاکید او از راه صلح و گفتگو حل کردن مسائل مرزی با قرقیزستان است. مسائل مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در حال در مسکو بررسی شد که روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه مسلحانه رخ داد و هر دو جانب 10 نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت. ملاقات رهبران تاجیکستان و روسیه روز 8 می در کاخ کرمل دایر گشته، آغاز آن در حضور خبرنگاران و بخش دیگر پشت درهای بسته گذشته است. در گفتگو با پوتین پرزیدنت رحمان همچنان مسئله بیشتر کردن پروازهای هواپیماها میان دو کشور و تامین امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان را پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا بررسی کرده است. پرزیدنت تاجیکستان در صحبت با ولادیمیر پوتین همچنین مسئله مهاجرت مهنتی شهروندان تاجیکستان را بررسی کرده به ضرورت بیشتر کردن خط سیرهای هوایی میان دو کشور تاکید کرده است. تاکید بر سر بیشتر نمودن خط سیرهای هوایی میان تاجیکستان و روسیه در حالی است که حالا هفته 2 مرتبه تنها میان دوشنبه و مسکو پروازهای هوایی صورت میگیرند. ولادیمیر پوتین در این رابطه گفته است بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه به نیروی کاری نیاز دارند، ولی تاکید کرده است که تاجیکستان هم از این روند سود زیاد میگیرد. آدمان منظور مهاجران کاری تاجیک کمک خیلی کلانی را برای دستگیری عائله‌های خود از روسیه می‌فرستند. به نظر من این کاملا یک روند مثبت است، گفته است پوتین. امامعلی رحمان روز 8 می با دعوت ولادیمیر پوتین به مسکو رفت و در گشتی نظامی بخشیده به عید غلبه هم شرکت ورزید. در هنگام معرفی امامعلی رحمان در میدان سرخ، برنده یا سخنگوی شبکه اول تلویزیون روسیه سهوا او را امانوئل رحمان نام برد، ولی دفعتا خطای خود را اصلاح کرد. اشتباه سخنگو هنگام پخش زنده از گشت نظامی در مسکو صدا داد. چند از رسانه‌ها این قسمت معرفی رئیس جمهوری تاجیکستان را بریدند و یا با صدای دیگر پوشاندند. ضمناً روز 9 می در تاجیکستان جشن غلبه تجلیل شد، هرچند مثل سالهای قبل آن با شکوه نبود. رسانه‌ها نوشتند به خاطر پاندمی کرونا ویروس امسال راهپیمایی پولک ابدی برگزار نشد. روز 8 می امامعلی رحمان با همراه پسرش رستم امامعلی که رئیس شهر دوشنبه هست با باغ غلبه رفته با پایه آتش جاویدان گلچند برگذاشتند. نفران زیاد هم روز 9 می با باغ غلبه رفته 76 سالگی غلبه بر فاشیسم را تجلیل کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم در یک برقیه بخشیده به این سنه گفت غلبه تاریخی بر فاشیسم نتیجه مبارزه دست جمعانه مردم سابق شوروی از جمله جوانمردان تاجیکستان بود. رحمان گفت بیش از 300,000 نفر از تاجیکستان یا 20% اهالی آن روزه کشور به جنگ رفته، 92,000 آنها هلاک شدند. برخی از دانشجویان مکاتب عالی در تاجیکستان شکایت دارند که مسئولین دانشگاه‌ها می‌خواهند آنها را مجبوری به مارشیروفکا یا راهپیمایی به مناسبت 30 سالگی استقلالیت برند. مقامات دعوت دانشجویان به مارشیروفکا را رد نمی‌کنند، ولی می‌گویند شرکت در راهپیمایی ادانه اختیاری است نه مجبوری. حداقل 5 دانشجو از دانشگاه‌های آموزگاری ملی و تکنیکی در صحبت با رادیوی آزادی گفتند از ریاست دانشگاه به نظرشان آمده فهماندند که باید در راهپیمایی یا مارشیروفکا به مناسبت 30 سالگی استقلالیت اشتراک کنند. به گفته دانشجویان به آنها وعده دادند که برای شرکت در مارشیروفکا آنها را با خوابگاه تامین کرده برایشان استیپندی هم می‌دهند. در صورت سرکشی به دانشجویان هشدار دادند که آنها را از استیپندی محروم کرده حتی از دانشگاه اخراج می‌کنند. مقامات چنین شکایت دانشجویان را رد می‌کنند. جمیله موسی‌جانова معاون رکتور دانشگاه آموزگاری در صحبت با رادیوی آزادی گفت اشتراک در مارشیروفکا اختیاری است و برای شرکت نکردن دانشجویان جزا نمیگیرند.
خانم موسیجان و افزود به آنها خبر دادند که دانشجویان برای شرکت در چهاربینی ایدانه آماده شوند، ولی فعلا معلوم نیست که چند نفر در آن شرکت میکنند. در وزارت معارف و علم نیز بر رادیو آزادی تصدیق کردند که دانشجویان برای شرکت در چهاربینی های 30 سالگی استقلالیت جلب می شوند. مسئولین دفتر مطبوعاتی وزارت گفتند تعداد دانشجویان شرکت کننده و امتیاز برای آنها بعد تصدیق برنامه جشن اعلان می شود. تاجیکستان ماه سپتامبر سال روان 30 سالگی مستقلیت خود را جشن می گیرد. در نظر است که به این مناسبت در کشور چهاربینی های زیاد برگزار شوند. همه ساله در تاجیکستان برای برگزاری جشن های به مانند نوروز، روز وحدت و استقلال، جشن قبول قانون اساسی و غیره ده ها هزار دانشجو و شاگردان مکتب ها و آموزشگاه ها جلب کرده می شوند. جلب دانشجویان برای تجلیل عید و جشن ها سالها باز در تاجیکستان مورد انتقاد قرار می گیرد، ولی مقامات از این تجربه دست نمی کشند. اگر شما هم درباره مشرافکت نظری دارید می توانید به ما نویسید. حمله گروه نامعلوم به یک مکتب دخترانه در شهر کابل انتقادهای زیاده را به میان آورد. وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که بر اثر بمبگذاری روز 8 می در یک مکتب دخترانه در منطقه دشت برچه شهر کابل کمش 50 کس کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. اکثر قربانیان دختران از 11 تا 15 ساله هستند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت اول ماشین بمبگذاری شده در نزدیکی مکتب سید الشهدا ترکیده، 2 بمب دیگر هنگام به واهمه افتادن و تلاطم دانش آموزان منفجر شده است. تا این دم هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. در گذشته گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت شماری از حمله های مرگبار در دشت برچه کابل از جمله حمله به تولدخانه همان منطقه را به عهده گرفته است. طالبان دست داشتن جنگجویانشان را در این حادثه انکار کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله روز شنبه را کسانی دانست که به گفته او زیر نام داعش و تحت پوشش و چتر استخباراتی اداره کابل فعالیت میکنند. اما اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به پیشنهاد هیچ دلیل طالبان را مسئول حمله دانست. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اعلامیه گفت که این گونه حمله بزدلانه تروریستی نابخشیدنی، ناپذیرفتنی و ظالمانه است. دفتر هیئت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان، ماموریت اتحادیه اروپا در کابل و سفارت بریتانیا هم در بیانیه‌های علیحده بمبگذاری روز 8 می را در دشت برچه کابل یک اقدام وحشیانه خواندند. حمله اخیر در حالی است که در پس منظر بیرون رفتن نیروهای آمریکا و متحدانش از افغانستان خشونت‌ها در سراسر این کشور اوج گرفته است. بخش یک روزه تاریخ را همکارمان خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 می را فرا میگیرد. دهم می سال 1995 بر عوض پول شوروی سوم یا روبل در تاجیکستان روبل تاجیکی جاری شد. قرار گذاریش به قرب ملی تخمینا 2 سال بعد آن قبول شد که در قلمرو سابق شوروی به خصوص روسیه گردش پول سوویتی خاتمه یافت. روبل تاجیکی 5.5 سال در معامله بود و چندان آبروی بلند نداشت. اکتبر سال 2000 وقتی سامانی پول رسمی تاجیکستان اعتراف شد 1000 روبل با 1 سامانی تبدیل می شد. 10 می زادروز هنرپیشه معروف تاجیک هاشم گدا است. هاشم گدا سال 1937 در شهر کولاب تولد شده. هنر اکتوری و کارگردانی را در گیتیس دانشگاه دولتی صنعت به نام لوناچارسکی مسکو خوانده است. در دهان نمایشنامه‌های تئاتری و فیلمنامه‌ها نقش آفریده است که معروف‌ترینشان نقش سهراب در قصه‌های از شاهنامه بریز کیمیاگرف میباشد. 10 می زادروز خادم دولتی عبدالمجید دوستیف می باشد. دوستیف سال 1946 در شهر قرغانتپه بختر امروزه تولد شده در مقام‌های کلانی دولتی کار کرده است. مؤسس حزب حاکم خلقی دموکراتی است که آن را امامعلی رحمان رهبری می کند. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 10 می چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. خبرهای از این بیشتر در سامانه رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خود را احتیاط کنید و فردا در همین وقت و ساعت شما را منتظریم.